فقط 10 دقیقه از این تمرین باستانی چینی میتونه جای تمام داروهای مسکنی رو بگیره. میگن کلید طول عمره. فقط کافیه هر صبح 50 بار حرکت بالا بردن انرژیش رو انجام بدی تا ریهات جون بگیره و مغزت انگار 20 سال برگرده عقب. گردن و شونه‌هات هم حسابی سبک میشه. این تمرین مثل یه متخصص قلب همیشه همراسته و گردش خونت رو عالی میکنه. حالا بریم سراغ حرکت چرخش آسمان و زمین. روزی 2-3 دقیقه انجامش بدی، کلیهات قوی میشن و سیستم ایمنی شارژ میشه. حرکت چهارم هم مشکلات گوارشی رو میبره هوا و خوابت رو مثل خواب نوزاده عمیق میکنه. فشار خون و قند خونت هم آروم آروم میاد روی عدد طبیعی. تازه این حرکت توی آب، کرد و کیسه صفرا و پانکراس رو یه جور عجیب ترمیم میکنه و برای کل روز بهت انرژی میده. این روتین خیلی از دردهای مزمن رو کم میکنه و کمک میکنه چربی دور شکم و پهلوها راحت‌تر آب بشه. بفرست برای بقیه. اگر درگیر روماتیسم، لوپوس و التهاب مفاصل هستی برای درمان عدد 5 رو بفرست.